خطرناکترین نوع قدرت آنی است که از ترس تغذیه می کند. قدرت وقتی از ترس تغذیه می کند زبانش را عوض می کند. اول وعده می دهد، بعد توجیه می کند و سرانجام آنقدر تکرار می شود که ظلم به نام نظم شناخته می شود. نه چون درست است، بلکه فقط چون عادی شده. ستم همیشه با فریاد نمی آید، اغلب با قانون می آید، با نظم، با جمله‌های مرتب که خشونت را منطقی جلوه می‌دهند. آنجا که بی‌عدالتی لازم نامیده می‌شود، انسان دیگر انسان نیست، یک عدد است، قابل حذف، قابل جایگزینی. حکومتی که بقا را بالاتر از اخلاق می‌نشاند، یاد می‌گیرد چگونه دست‌هایش را آلوده کند و همزمان چهره‌ای آرام به مردم نشان دهد. در چنین نظمی، ظلم یک استثناء نیست، ابزار است. اما تاریخ حافظه‌ای لجوج دارد. قدرتی که بر ترس تکیه کند، دیر یا زود از همانجا فرو می‌ریزد. نه به خاطر دشمنانش، بلکه چون حقیقت